کیک شیر داغ یک کیک با بافت فوق‌العاده نرم و پنبه‌ای و طعم بی نهایت خوشمزه. قراره تو این ویدیو بهتون آموزش بدم. من مریم هستم. با من همراه باشید. تخم مرغا رو به همراه وانیل هم زدم تا کرمی و کشدار شه. شکر رو اضافه کردم و اونقدر هم زدم تا هجین بشه. شیر و کره رو گرم کردم و با هم مخلوط کردم و اضافه میکنم. دقت کنید لازم نیست شیر بجوشه. آرد رو که به همراه بیکینگ پودر الک کردم توی 2 مرحله اضافه کردم و دورانی هم زدم تا پف کیک نخوابه. قالبم رو چرب آردپاشی کردم، مواد کیک رو بهش منتقل کردم و داخل فر گذاشتم. من از فر استیمی نوتریکوک استفاده کردم، گزینه بیک رو انتخاب کردم و با دمای 170 درجه به مدت 45 دقیقه کیکم رو برای پخت گذاشتم. آخ از عطر وانیلی که کل خونه رو پر کرده. روشو با خاک قند و پودر پسته تزیین کردم و کنار چای سرو کردم. کیک شیر داغ از اون دست کیکای محبوبه که امکان داره بعد از چشیدن طعمش دیگه دلت نخواد هیچ کیک دیگه ای رو امتحان کنی. امیدوارم درستش کنید و پیشا پیش نوش جان.